سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز اومدم یکی دیگه از لوکس ترین مرکز خریدای استانبول بهتون نشون بدم. اینجا همه چیز لوکسه، از لباس گرفته تا ماشینا و حتی آدمای اینجا رو من خیلی دوست دارم. اومدم که به شما هم نشون بدم. اگه دنبال مد هستی و لوکس ترین چیزا هستی، حتما یه سر اینجا بزن. پس با من همراه باش تا یه خرید فوق العاده داشته باشیم. امروز با هم دیگه اومدیم مرکز خرید ایستینی پارک. مرکز خرید ایستینی پارک هم روباز داره هم روبسته. برندایی که توی فضای بازش هستش گوچی، فندی، لویی ویتون، واکو، بوس و غیره. خیلی زیاده برنداش. حالا با هم دیگه یه دور داخل حیاتش بزنیم که انقدر جذاب و انقدر ماشینای لوکس وارد میشه، واقعا اینجا بی‌نظیره. ایستینی پارک سال 2005 شروع به ساخت میکنه و سال 2007 افتتاح میشه. اینجا تمام برندهای لوکس رو کنار هم قرار دادن تا فضای خیلی خوشگلی رو هم ایجاد کنن، همین که با کیفیت ترین برنده کنار هم باشه. میتونی اینجا برای اینستاگرام تولید محتوا کردن، انقدر فضاش قشنگه، بیای کلی فیلم و عکس بگیری. و حتی انقدر کافه های خوشگلی داره، میتونی از صبح تا شب یه روز تعطیل تو بیای بشینی و لذت ببری. تشکر. ببین اومدم برند جیوانچی 2 تا عطر فوق العاده زده، خیلی خوشبو بود. جفتشو بو کردم، خیلی خوشم اومد. بهش گفتم 1 ساعت دیگه میام ببینم که چقدر موندگاری داره. برام هم روی اینا زد هم رو دستم زد. بریم ببینیم چه جوریه. 5 میلشو بهم گفت 3500 لیر. من که خیلی خوشم اومد. تشکر دارم. لوازم آرایشی که اینجا داره سفورا، ایوروشه، واتسون و مکه که واقعا اینجا فوق العاده است و امروز هم 30% تخفیف گذاشتن. ایستینی پارک یه جوری ساخته شده که واقعا خیلی راحته برای خرید کردن، یعنی جوری طراحی شده که تمام مغازه ها رو میتونی ببینی. داخل مرکز خرید یه ذره برندا معمولی تر میشن به نسبت فضای بیرونش. مثلا اینجا زارا رو میتونی ببینی، مانگو، کوتون، بوینر، اسکیچرز، آدیداس، نایک، اینا رو میتونی داخل فضای بستش ببینی. ایستینی پارک فضای پایینش همینطور که میبینین سمت راست من جوری طراحی شده که یه فضای بزرگ و پهنیه، باعث شده که مرکز خرید خیلی بزرگ دیده بشه. چون اینجا در کل 3 تا طبقه است، ولی 3 تا طبقه کامل، یعنی همه رو داره. انقدر اینجا خرید حال میده چون انقدر با کیفیت و خوشگل و چیده شده همه چی، آدم لذت میبره. اصلا توی مرکز خرید بوی خوب میده. خیلی من دوست دارم اینجور فضا رو. حتما بهت پیشنهاد میدم بیای ببینی. بهترین شعبه های برندا تو مرکز خرید ایستینی پارکه. برند کارتیر جوری طراحی کرده مغازشو که یه بالکن اختصاصی برای مشتریاش گذاشته، یعنی اینو واقعا متفاوت کرده. این برند توی مرکز خرید ایستینیه. طبقه پایین مرکز خرید جوری طراحی شده برای مناسبت‌های خاص، مثال روز مادر، ولنتاین، روزهای عید، کریسمس، جوری طراحی شده که
اینجا موسیقی زنده میذارن یا مثلا یه سری برنامه‌های زنده خیلی باحال میذارن. حتما این روزا بیا و اینجا رو از دست نده. مرکز خرید ایستینی پارک منطقه استاریر محله پینار. بهترین مسیری که میتونم بهت بگم که بیای اینجا، سوار خط M2 میشی مترو، میای ایستگاه آیاز آقا پیاده میشی، از مترو که اومدی بیرون 10 دقیقه پیاده روی تا مرکز خرید. این بهترین مسیریه که میتونی به اینجا برسی. همیشه از خوبیای مرکز خرید گفتم اینجا فقط یه ایراد کوچولو داره، خیلی کوچولو، اینکه برندهای معمولیش یه ذره کوچولو هن و تنوعش یه ذره کمتره، ولی انقدر اینجا خوشگله که ارزش داره بیای بگردی یا داخلش کلی عکاسی کنی یا خرید کنی. اونایی که منو میشناسن میدونن که من عاشق برند استرادیواریوسم. الانم که نزدیک بلک فرایدی و 40% تخفیف گذاشته. بریم با هم دیگه یه ذره قیمت اینجا رو ببینیم. مال من اینه. ببین انقدر کیفیتش خوبه که حد نداره. قیمتش 1390 لیره. یعنی رنگش بی‌نظیره. چه این کیف خوبه برای مسافرت، برای داخل پرواز. 990 لیره. بند بلندم داره. این برم رنگای دیگه گذاشته از پالتو. این رنگش هم خیلی خوشگله. دیگه اینا امسال هم مد شده. ببین تخفیف گذاشتن همه چیز تو هم. منم همینطور رندوم برمی‌دارم میگم. فقط جنس جیناش هم خیلی عالیه. 890 لیتر. اینم چه خوشگله. اینم زده 790 لیتر. ولی الان من نمیدونم این قیمتایی که گذاشته 40% حساب شده یا اینکه میبری دم صندوق حساب میکنی. بعضیشون اینجوریان. اینو نمیدونم الان. کاپشن جاش اینجاست. فده تو. اینم خوشگله. کاپشنای استرادیواریوس هم حرف نداره. ببین پشم شیشه داره، اصلا باد نمیره داخلا. این 1390 لیره. طوریه. هم زیپ هم دکمه. دیگه چی نشون بدم؟ از هر چیزی یه چیزی نشون بدم. این بوتش هم خوشگله. 3290 لیر. ایناست که چین داره. این جورابی هم خوشگله. اینا هم هر سال مده. 1190 لیر. کت چرم هم قشنگه. کاپشن چرم 1390 لیر. انگار مثلا کاپشناشو یا همین ترنچ کتا و اینا 1300 خورده شروع میشه. هم زده 890 لیر. خیلی جنسش باحاله، سبکه. اون کاپشن بلنداش هم خوبه. یه ذره سنگینه ولی ببینم قیمتش چنده. ببین عطره که زدم عجب روی داره. 2790 لیر. اینم جدا میشه زیپیه. چه کیف پاییزه خوشگلیه. چه به این تیپ هم میاد. 690 لیر. اینجوریه دیگه، باز میشه. یه کیف کوچولو اینجا داره، داخلش هم وای چقدر کیف خوشگلی دارم. بیا خدا خوشگله، خیلی باحاله. 620 لیر. کوچولوش هم خیلی خوشگله. 690 لیر. چه متفاوت زده امسال. بند بلندم داره. اینم قشنگ. قیمت نداره دیگه. همین قیمت هست. 600 خورده. این لباس هم امسال خیلی مد شده. زیر همین کتای بلند میپوشن. 690 لیر. این چه بوت بلندیه. قشنگ تا این بالا میاد. 1790 لیر. خوبه. خوب. سیاره هست میگه نایس. خوبه. نایس. برای مهمونی شب 690. دیگه دوتا بافتم نشون بدم. بافتاش که دیگه بذار چیزی من نگم. 990 لیر. ببین امکان نداره دون بشه. به خدا باید سهام اینجا رو یه ذره به من بدن. این کتا هم که دیگه هر سال مده دیگه. 1390 لیر. هرچی دست گذاشتم 1390. خوبه دیگه، واقعا قیمتش خیلی خوبه تو این گرونی. هم با کیفیته هم قیمتش مناسب. از این پتی میاد 2190 لیر. خیلی خوشگله. یه در سنگینه ولی این شلوارا هم خیلی مد شده. با کتونی میپوشن، با بوتای مثلا کوتاه میپوشن، با همین کتای بلند. 990 لیر. اینجا بهشته.
این مدل کاپشن استرادیواریوس هر سال هستش. ببین خوش فرم ترین، شیک ترین، اصلا رنگ کرمش رو نگاه کن، قشنگ ترین کاپشنیه که همیشه تکرارش میکنه. قشنگ میتونم بگم 5 سال دارم اینو میبینم. 1790 لیر. بعد از ایناست که مثلا میپوشی یه ذره اینجا میچسبه و اینا، خیلی باحاله. دیگه اینم از اینجا. امیدوارم که دوست داشته باشید. ببین اومدیم یکی از جذابترین قسمت‌های این مرکز خرید. به اینجا میگن ایستینی پازاری. اینجا تمام چیزای کشاورزی، چیزای ارگانیک رو میبینی، از روغن گرفته تا نمیدونم میوه و سبزیجات و شیرینی‌های خوشمزه مخصوص خود ترکیه رو میبینی. اینجا مثلا چیزای سنتی و لباس و اینا نداره، فقط چیزای خوراکی ولی مال خود ترکیه. 2 تا عطاری خیلی خوبم اینجا داره که یه سری چیزای خاص رو میفروشن. یعنی اگه دنبال چیز خاصی هستی و یه چیزی که توی عطاریای دیگه پیدا نمی‌کنی، حتما بیا ایستینی پازاری. انقدر خوشگله اینجا فضاش، انقدر کافه های باحال داره. وقتی میای این قسمت انگار مثلا میای توی شهر دیگه. این قسمتی که هستیم آسمونش مجازیه، یعنی مثلا یه ذره رو به عصر که میریم یه لامپای مخصوصی داره روشن میشه که شبیه ابر میشه. چقدر چیدمانه، همه چی قشنگه. یه چیز دیگه ای که اینجا بهت پیشنهاد میدم بخوری حتما، ماهیای اینجاست. اومدی اینجا این مغازه‌ای که الان بهت میگم بالیک اب، اینجا حتما بیا ماهیاشو امتحان کن. واو اینجا رو ببین، یعنی جذاب‌ترین مغازه‌ای که میتونم به تو اینجا نشون بدم. ببین چقدر خوشگل شیشه ها، یعنی ببین اومدم یه جایی که تنها مرکز خریدیه که زارا بیوتی داره. اینجا این قسمتشه، لوازم آرایشی زارا رو گوشه. من عاشق اینجام، خیلی باحاله. یه رژ داره، این رژه خیلی خوش رنگه، رژ قرمزش خیلی متفاوته، چقدر قشنگه. این قیمت اینو نزده. چرا 310 لیر. اینم خیلی خوشگله. این رنگ، این دوتا خیلی خوشگله. چقدر ساده و خوشگل درست شده به نظرم پکیجش. اینم صورتیه، خوشگله. اینم 280 لیر، خیلی قیمتاش خوبه. مداد میام تو لوازم آرایش، من خودم نیستم. این بیوتی بلندراش هم خیلی کیفیتش خوبه، و متاسفانه نمیدونم چرا قیمت نذاشته اینجا. خلاصه این که از براش گرفته تا کرم پود، کانسیلر، رژ همه رو داره. اینجا خیلی جذابه، من خیلی اینجا دوست دارم. بچه‌ها من الان اومدم تو زارا هم یه ذره بگردم، یه ذره اینجا رو ببینم اینجا چه چیزای جدیدی آورده. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید، خیلی انرژی میگیرم. کانالمو سابسکرایب میکنید، ویدیومو لایک میکنید، این بهم نشون میده که شما دوست دارین ویدیو منو. حتما برام کامنت بذارین که چه چیزایی رو دوست دارین بدونین تو این مرکز خرید هست، بهتون حتما جواب میدم با دل و جون. لایک ویدیو یادت نره. بای بای.